تا حالا شده توی جمع شلوغ باشی، کلی هم دوست دور و برت باشه، ولی احساس کنی که هیچ کس تو رو نمیشناسه، حتی خودت؟ من این حس رو تجربه کردم. چند سال باهاش زندگی کردم. امروز میخوام یه سفر شخصی رو بهت بگم، از این که چطور فهمیدم این حس از کجا میاد و چطوری باید ازش خارج بشم. من امسال کنکور دادم، امسال تابستون، و 3 سال دبیرستانم رو توی یه دبیرستانی بودم که جزو دبیرستان‌های خوب تهران بود، غیر انتفاعی بود و یه جو خیلی رقابتی توش بود. یه مدرسه بود که ادعا داره برای کنکور، برای بچه‌ها رو تربیت میکنه که بتونن توی کنکور موفق بشن. توی اون جو رقابتی من آدمی بودم که سال 10 11 اسمم رو بورد بود، نفر اول بودم، رتبه‌ام همیشه اول بود. توی سال کنکورم درصدام همیشه بالا بود، توی آزمونایی که هر هفته میگرفتن همیشه درصدم بالاترین درصد کلاس بود. رتبه‌ام هم اگه اول نمیشد، که اکثرا اول بودم، دوم یا سوم میشد. یعنی همچین موقعیتی داشتم توی درس، موقعیتی که خب خیلی از بچه‌های کلاس دوست داشتن که اونجا باشن. اما با وجود همه اینها از درون یه احساس ضعفی داشتم. احساس میکردم که اون زمان فکر میکردم که اعتماد به نفس پایینی دارم، که بعدها فهمیدم که نه، اینطور نبوده. ولی خب تو اون مقطع زمانی من خودم رو آدم میدونستم که اعتماد به نفس پایینی داره و شدیداً نیاز داشتم که دیگران منو تشویق کنن، تاییدم کنن، چه از سمت معلم چه از سمت بقیه آدم ها. ولی خب معلم‌ها با وجود شرطی که من داشتم هیچ تشویقی نمی کردن و نهایتاً یا آفرین. از سمت بچهای مدرسه‌ام خب یه طوری بود که انگار من یه قاتل زنجیره‌ای بودم که بابای همشون رو کشته. دقیقاً همچین چیزی. از نگاهاشون یا رفتارشون یا حرفایی که پشت سرم زده میشد، خیلی توی اون محیط احساس تنهایی میکردم. ولی خب از اونجایی که به قول بچهای کلاس آدم مغروری بودم، من هیچ وقت این احساس رو نشون نمیدادم. از درون شدیداً احساس ضعف میکردم، احساس پوچی میکردم، ولی نشونش نمیدادم. اینجوری بودم که اصلا برام مهم نیست، ولی خیلی برام مهم بود و خیلی هم داشت اذیتم میکرد. میخوام بگم که من کاملا درک میکنم که توی محیطی بودن که آدم تو رو نمیشناسن، خود واقعی تو رو نمیشناسن و مسخرت میکنن، تحقیرت میکنن، بهت برچسب میزنن، بهت میگن مغروری، حساسی، در حالی که اینطور نیست. چه حسی داره؟ و بدتر از اون خودت هم خودتون رو نمیشناسی. من فکر میکردم که اعتماد به نفسم پایینه و خیلی دنبال راهایی میگشتم که اعتماد به نفس خودم رو ببرم بالاتر، ولی بعدتر متوجه شدم که نه، من اصلا اعتماد به نفسم پایین نبود، مشکل از یه جای دیگه بود. حس پوچی، حس تنهایی، حس این که تو توی جمعی هستی و با وجود موفقیت هایی که داری، جایگاهی که تو حالا من مدرسه بود داشتن، احساس تنهایی میکردم، احساس ضعف میکردم، احساس اینو میکردم که هیچ کس من نمیشناسه و منم خودم رو نمیشناختم. حالا میخوام بگم که چی شد که حلش کردم. نمیتونم بگم به طور کامل حل شده، قطعا نه،
ولی میتونم بگم که دیگه حداقل تو اون وضعیت نیستم. خیلی من توی زمینه توسعه فردی مطلب خوندم، خیلی، برای اینکه خودم رو بتونم رشد بدم و به قولی تایید بقیه رو بگیرم. ولی خب درسته که نیتم خوب نبود، گرفتن تایید دیگران، اثبات خودم به بقیه، ولی باعث رشدم شد و باعث شد خیلی چیزا یاد بگیرم. بعد تمام مطالبی که خوندم و تحقیقاتی که کردم، تهش رسیدم به بحران معنا. ویکتور فرانکل توی کتاب انسان در جستجوی معنا میگه که وقتی که انسان چرایی برای زندگیش پیدا نکنه، با هر چگونگی دست و پنجه نرم میکنه. راهکار رو بهت میگم، کاری که خودم انجام دادم 3 مرحله است. مرحله اولش اینه که حفره وجودت رو با سوال پر کن. مهم نیست به جواب برسی، مهم اینه که سوال بپرسی. از خودت بپرس اگر از هیچی نمی ترسیدم چطوری زندگی می کردم؟ یا من یه جای دیگه یه سوال این شکلی دیدم که خیلی خوشم اومد، تا یه مدت داشتم راجبش فکر می کردم. این که اگر هیچ وقت شکست نمی خوردم تا چه حد بزرگ فکر می کردم. یا یه کار دیگه هم که می کردم این بود که از چت جی پی تی می خواستم برام یه سوالای این شکلی در بیاره. سوال طرح می کرد و من می شستم ساعتها در مورد جوابش فکر می کردم. حتی اگه به جوابی هم نمی رسیدم، اون سوالها باعث می شد که من یه ذره با خود واقعیم روبرو بشم. حالا جواب مثلا چی؟ اگر من نمی ترسیدم چطوری زندگی می کردم؟ خب می رفتم باشگاه، ورزشم رو شروع می کردم، تولید محتوا رو شروع می کردم، توی رشته‌ای که دلم می خواد درس می خونم، حتی اگه مجبور باشم به خاطرش برم یه شهر دیگه و برای چند سال توی شهر دیگه زندگی کنم. درسته؟ یا مثلا در ارتباط با دیگران به جای اینکه ساکت باشم، گوشه‌گیر باشم یا به قولی منزوی باشم، خودم رو از جمع دور کنم که بهم آسیبی نرسه، چون ترس از این داشتم که اتفاقاتی که برام میافتاده دوباره تکرار بشه. تحقیر شدن، مسخره شدن، اینکه یه نفر بهم یه حرفی بزنه ناراحت بشم. به خاطر این ترس خودم رو از جمع‌ها دور می‌کردم، با آدم‌ها خیلی صحبت نمی‌کردم. درسته؟ اگر نمی‌ترسیدم راحت‌تر با آدم‌ها حرف می‌زدم، بیشتر خود واقعیم رو نشون می‌دادم، بیشتر احساساتم رو بیان می‌کردم. درسته؟ اگر چیزی ناراحتم می‌کرد، به جای اینکه بریزم توی خودم، خودخوری کنم و هفته‌ها در موردش فکر کنم و اون آدم رو توی ذهنم سرزنش کنم، همون لحظه میتونستم احساسم رو به اون آدم بگم و بیان کنم که این حرف ناراحتم کرده. ترس ها باعث میشد که یه سری کارها رو انجام ندیم و فکر کردن به این که اگر من نمی ترسیدم تو زندگیم چجوری زندگی می کردم، کار رو تا یه جایی میتونه جلو ببره. خب حالا راهکار دوم اینه: حرف زدن با خودت فرار نکن. هر شب یه دفتر بردار، شروع کن به نوشتن بدون هیچ سانسوری، حتی اگه چیزای منفیه، هر چیزی که توی فکرته بنویس. ببین، من آدمیم که خیلی با نوشتن حال نمیکنه، حوصله نوشتن خیلی ندارم. واسه این کسایی که حوصله نوشتن ندارن میتونم یه راهکار جایگزین بگم. جلو آینه وایسا یا بشین، همینجوری که من الان جلوی دوربین نشستم، یا حتی میتونی جلوی دوربین بشینی. من این کارو کردم. اگر میخوای از صدای خودت رو ضبط کنی، بعدن دوباره نگاش کنی. به هر حال جلوی آینه بشین، جلوی دوربین بشین و با خودت صحبت کن، هر چیزی که توی فکرته. اگر میخوای خودت رو سرزنش کنی به خاطر کاری که امروز میتونستی انجام بدی و انجامش ندادی، میتونی جلوی آینه انجامش بدی.
میتونی خودتو اینجوری خالی کنی. میتونی افکار منفی که داری رو بگی. نکنه اگر این کار رو کنم این اتفاق بیفته. نکنه اگر تولید محتوا رو شروع کنم هیچ کس منو نبینه. من از این میترسم. احساسات خودت رو بیان کن. افکار خودت رو بیان کن. این باعث میشه یه فاصله ایجاد بشه بین خودت و افکار و احساساتت. میفهمی که تو افکار و احساساتت نیستی و میتونی اونها رو کنترلشون کنی. حالا میخوام مرحله سوم رو بهت بگم. مرحله اول چی بود؟ از خودت سوال بپرس. حتی اگر به جوابش نرسیدی، سوال پرسیدن باعث میشه که بهش فکر کنی و یه ذره به خود واقعیت نزدیکتر بشی. یه ذره با خودت ارتباط برقرار کنی و واقعا ارزشش رو داره. اگر هیچ کس تو این دنیا نیست که بهت اهمیت بده و احساس تنهایی میکنی، احساس اینو داری که هیچ کس نمیشناستت، حداقلش اینه که خودت باید خودت رو بشناسی. خودت باید در کنار خودت باشی و کمترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که از خودت سوال بپرسی و سعی کنی به جوابشون برسی. مهمترین سوال اینه که اگر من نمیترسیدم چه جوری زندگی میکردم؟ مرحله دوم اینه که با خودت ارتباط برقرار کنی، یا از طریق نوشتن یا جلوی آینه وایسی با خودت صحبت کنی. و حالا مرحله سوم، یه کار کوچیک انجام بده. یه قدم کوچیک بردار. مهم نیست چقدر کوچیکه. اصلا مهم نیست. مثلا کمدت رو مرتب کن یا یک صفحه از یک کتاب رو بخون. اگر کنکوری هستی و چون من خودم کنکور دادم کامل میتونم درک کنم. اگه قراره مثلا امروز درس 3 و 4 زیست 12 رو بخونی ولی تنبلیت میاد، یه صفحه رو بخون. فقط یه صفحه از درس 3 رو بخون. من توی پیج اینستاگرامم هم در مورد قانون 2 دقیقه صحبت کردم. خوندن یک صفحه 2 دقیقه فقط زمان میبره. به خصوص اگه بلند نخونی یا چیزی نکته برداری نکنی کمتر از 2 دقیقه حتی زمان میبره. فقط 2 دقیقه انجامش بده. میخوام بگم یه کار کوچیک انجام بده. این باعث میشه کنترل رو به دست بگیری. به خصوص اگر اون کار کوچیک فقط 2 دقیقه زمان ببره. حالا مفصل‌تر در موردش صحبت کردم قبلا و در موردش کلیپ درست کردم. وقتی که 2 دقیقه یک کاری رو انجام میدی، تنبلی مغز رو از بین میبری، احساس درموندگی رو از بین میبری و یواش یواش موتورت روشن میشه. یواش یواش تمرکز رو به دست میاری. یک کار کوچیک انجام بده و بابتش بعدش خودت رو تشویق کن. ایول بهت که این کار رو انجام دادی. آفرین. تو تونستی که اون کار رو انجام بدی. فکر میکردی که نمیتونی ولی تونستی. فکر میکنیم احساس پوچی که در درونمون داریم، احساس تنهایی، احساس خشم، افسردگی، غم، اینا ضعفن. خیلی جاها من میشنوم که میگن کاش اصلا احساسی وجود نداشت، در حالی که احساسات خیلی ارزشمندن و یه جورایی راهنمای آدما هستن. احساس پوچی یه ضعف نیست، یه فرصته برای اینکه ما فکر کنیم، با خودمون روبرو بشیم، تصمیم بگیریم و یه زندگی بهتر برای خودمون بسازیم. یه جور آلارم میمونه که داره میگه تو از این وضع راضی نیستی، خودت رو لایق یه زندگی بهتر میدونی و من مطمئنم که تو میتونی این کار رو انجام بدی. حداقل من اینو تجربه کردم. هم تجربه اینو داشتم که از خودم سوال بپرسم، هم تجربه اینو داشتم که با خودم صحبت کنم، هم تجربه اینو داشتم که کارهای کوچیک انجام بدم و بابتشون خودم رو تشویق کنم. و من مطمئنم که تو هم میتونی. حالا یه تمرین برات دارم. توی کامنت ها برام بنویس. هدفم جمع کردن کامنت نیست. اگه دوست نداری میتونی یه جای دیگه برای خودت بنویسی. میتونی توی نوت گوشیت برات خودت بنویسی. ولی بنویس که امروز
میخوای چه کار کوچیکی انجام بدی؟ فقط یه کار کوچیک انتخاب کن. فقط یه کار کوچیک انتخاب کن. چه کار کوچیکی امروز میخوای انجام بدی تا یه قدم بری جلوتر؟ مثلا برای خودت بنویس که امروز من میخوام 5 دقیقه برم پیاده روی بدون گوشی، یا امروز من میخوام یه برگه بردارم و 3 تا از آرزوامو بنویسم. 3 تا از کارهایی که اگر نمیترسیدم انجامشون میدادم. اگر ترسی وجود نداشت، احساس ضعفی وجود نداشت، من اون کارا رو انجام میدادم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من سعی کردم که تا حدودی از تجربیات شخصیم بگم، با اینکه برام سخت بود و تا جایی که میتونم راهنمایی کنم که چطوری میشه از این احساس پوچی ذره فاصله گرفت. خداحافظ.